سلام رفقا، حالا احوالتون خوبه؟ چه خبرها؟ میگم هرچی موعد نمایش انتخابات تو نظام ولایت نزدیکتر میشه، جلز و بلز جون برای عمومه دارم بیشتر میشه. از یه طرف اکبر کوسه سیخ همیشگی رو تو پهلوی عظما فرو میکنه و ارد میده که رفسنجانی: امتحان سرنوشت ساز دیگری در اسفند ماه داریم که واقعا نقطه عطف است، اما مردم ایران نشان دادند که تصمیم خود را برای تحول واقعی گرفتند. منظور اکبر کوسه از تحول فرستادن آخوندهای کوسه نشون به مجلسه. از همین حالا هم ورق پاره‌های باندشو تیر کرده که چپ و قطار به تبلیغ همین جماعت جام زهری بپردازن. انصاری راد اظهار امیدواری کرد که سید حسن خمینی در کنار آقایان هاشمی و روحانی برای ورود به مجلس خبرگان اعلام آمادگی کند. از اون طرف بشنوید از دلواپسان جوشی و پاسدارای نفس بریده که عمامه ولایت رو دو دستی چسبیدن تا مبادا یک دفعه تو بلبشور انتخابات به فنا بره. یعنی کارشون از تهدید گذشته و با بگیر و ببند مشغول بتونه کاری رخنه های نظامن. سپاه یک مجموعه سربزیر کنار نشسته سرگرم کارهای اداری خود نیست. سوال این است که چرا برخی از جریانهای سیاسی و مسئولان به جای تقدیر و تشکر از این هوشمندی، درایت و اقدام به هنگام سپاه در مقابله با خطر نفوذ دشمن این گونه فضاسازی علیه سپاه می کنند؟ خب وقتی یه چنین بلبله‌ای تو نظام میفته و نمایش انتخابات به یه چنین بحرانی تبدیل میشه، واضحه که خورده ترس میفته به جونشون و از همین حالا عزا میگیرن که چطور موج انتخابات رو از عمامه بگذرونن. انتخابات در کشور ما در دوره‌های مختلف باب یک طمع و ریبه را برای نیروهای خارجی به خصوص دشمنان ما ایجاد کرده که در اخلال در فرایند انتخابات و دخالت در چگونگی ساماندهی فضای انتخابات بتونه انتخابات را به عنوان یک تنش اجتماعی، تنش سیاسی و در برخی از موارد تبدیل به مسائل و موضوعات امنیتی بکنه. به هر حال انتقال قدرت و مردم حق دارند که در انتقال قدرت مشارکت کنند. اگه منظورت از مشارکت مردم در انتقال قدرت سوار شدن تاج اکبرشاهی روی عمامه ولایته که بدون ول معطلی، ولی خب شانستو آزمایش کن. ولی فقیه‌تم احتمالا تو شیشو بشه اینه که چه غلطی بکنه. اگه تو انتخابات به کوسه و باندش تن بده یعنی جر و باجر، یعنی نفوذ تو انتخابات. نفوذ در انتخابات نیز به این معنی نیست که عده‌ای خائن، وابسته، حقوق بگیر و ضد انقلاب وارد مجلس می شوند. مطلوب آمریکایی ورود افرادی است که علاقه به مرگ بر آمریکا و اسرائیل و برگزاری 13 آبان نداشته باشند و ارتباط با آمریکا را تنها راه نجات اقتصاد کشور بدانند. فهم نفوذ به همین سادگی است. آره به همین سادگی نظام جر میخوره. اگه هم سید علی به کوسه تن نده و بره تو کار جراحی، خب اون وقت شکافه و فتنه و باقی داستانا. تازه الان با سال 88 و 92 خیلی فرق میکنه. الان عظما هم زهر هسته‌ای رو خورده، هم کشتی منطقه‌ایش به گل نشسته، هم تو حول طوفان بعد از فاجعه پاریسه. خب تو چنین وضعیتی معلومه که انتخابات واسش بحران میشه. معلومه که همدیگه رو تیکه پاره میکنن. هرچی به نمایش انتخاباتشون نزدیکتر میشن بحرانشون بحرانی تر میشه.